ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 115. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. بعد از آن در آن باغ شستشو کرده چیزهایی بر زیاد سفری را گذاشتند و تماشای مرکز ریان وابکند رفتیم. در مابین مرکز آن ریان جوی کلان هست که از شرق و غرب روان است و راه کلان وابکند و دیهی سغد و شافرکام آن جوی را بریده می گذرد. در گذرگاه راه بروی جوی پول کشیده شده است. در آن طرفی پول در کنار شمالی جوی سماوارخانه خوشبینا، خوشهوا و خوشپلاسی بود که هیچگاه از چای نوشام خالی نمی ماند. ما هم در آن سماوارخانه در کنار جوی بر روی گلیمی سرخ قرشیدی نشسته چای نوشی سر کردیم. در طرف جنوبی جوی در کنار راه کلان و پول دروازه میرشبخانه ریان کشاده می شد که در رو بروی سماوارخانه واقع بود. میانه این دو بینا را تنها همان جوی کلان جدا می کرد. در مجلس چای نوشی بیشترین گفتگوزاری ما در بالای خصوصیت آن ریان می رفت و کم کم سخن در بالای اهل صنعت آن ریان رسید که بعد از غیژدوان، بلکه برابر غیژدوان، ولایت بخارا را از اهل صنعت آن ریان تأمین می کرد. در اثنای این باب صحبت گپ درباره اسکندر نام جوان خوشاواز و سرودخان آن ریان کشاده شد که در همان وقتها در 7 تومن بخارا شهرت عظیم پیدا کرده نام برآورده بود. درجه مهارت اسکندر را حکایت زیرین به خوبی نشان می‌دهد. از روی عادت آن وقته در چوکی بزم عمومی سرودخانان را به درجه آواز و مهارتشان نگاه کرده دو پهلوی هم جفت می گذاشتند که در چشمقام خانی در اوج و عکس به همدیگر یاری داده به پره و بی نقصان سروده شدنی هوای سروده شونده سبب گردند. در همین وقتها در ریان غیژدوان ایرگش نام جوانی سرودخانی شهرت پیدا کرده بود. او در وقت سرودخانی گویا از تأثیری آواز خودش مست شده باشد، اوضاعش از حالتی طبیعیش دگرگونی پیدا می کرد. بنابراین عامه تماشابینان به او شیدایی لقب داده بودند. درجه مهارت او از همین هم معلوم است که در زمان سویتی مانندی بابا قل فیض اللهیف چندین شاگردانی پرهنر رساند و بنابراین او را استا ایرگش می گفتند. ایرگش به بالای مهارت معنوی و صنعتکاریش قیافه زیبا هم داشت که همه اعضای بدنش با هم متناسب افتاده بودند. اما اسکندر سیاه چهره‌ای بیخی بینی و زیر چشمانش چقور فرو رفته، پیشانش دند و منهش بلند برداشته شده می ایستاد، قدش پست بوده، پشت شانهش غری داشت که او را کوزه پشت می گفتند. در یک چوکی سیری شیر بدن که من با حیرت حاضر بودیم و بزم عمومی را راست ایستاده
در قطار عامه مردم تماشا می کردیم، سرداری سازنده ها غالب ایرگش را آورده در پهلوی اسکندر گذاشت که هر دو جور کرده خوانند. هرچند ایرگش خوشاوازی همان زمان باشد هم به اسکندر نمی رسید. اسکندر این شریک را به هماواز قبول نکرد. آوازی وی در اوجهای زور کوتاهی کرده سبب ویران شدنی مقام می شود گفت. اگر به من هماوازی موافق یافت نشود، بهتر آن است که تنها خوانم و اوج و عکس را تنها گیرم تا که مقام ویران نشود. این اعتراض اسکندر از طرف غالب قبول یافت و حیرت در بدیهه بیت زیرین را گفت که بعد از آن این بیت را در یک غزل هزل‌آمیزی که درباره بزم گفت در آورد. آن بیت در بدیهه گفته حیرت این است: چون نسازی ز شفت بودن ایرگش نازی، تو که اسکندری بدروی خوش آواز شوی. مصرع دوم این بیت مثال آن است که گاه در زبان تاجیکی آهنگ آواز یک معنی پره‌ای با لفظ ادا کرده نشده را افاده می کند و در اینجا فقط مدنیت نطق با افاده مرام شاعر خدمت می نماید. در مجلس چاینوشی ما وقتی که توصیف اسکندر سرودخوان می گذشت، یکی از رفیقان با آهنگ آرزو کرای سیاحتی وابکند کردن آدم بزم اسکندر را تماشا کند گفت. اگر خواسته باشیتان تماشا کردن بزم اسکندر کاری دشوار نیست گفت قاری عباد. چی نوع کاری دشوار نیست؟ دسته اسکندر برای یک شبه بزم 500 تنگه پیشکی می گیره. بسیار کم رود در ضیافت بزم و دیگر خراجات هایش هم 100 تنگه صرف می شود. 600 تنگه را هر 6 نفری ما در 6 سال هم از خرج ضروریمان زیادتی کننده نمی توانیم که به بزم صرف کنیم گفت یک رفیق دیگر. اگر شمایان حقیقتاً طالب بزم اسکندر باشیدان، این کار را به یک پول خرج کردن سرانجام دادن ممکن است گفته دعوای خود را تکرار کرد قاری عباد. چگونه ممکن است؟ گفت یک رفیقمان. آخر اینجا شهری بخارا نیست که با شنیدن آواز دایره خبر شده بزم رویم. در صحرا به بزم کسی به دعوت مخصوص رفتن از کلانترین عیبها به شمار می رود. من باز تکرار می کنم که گفت قاری عباد، اگر شمایان در حقیقت طالب بزم باشیتان، من بزم اسکندر را در همان باغی که ما منزل کردیم به یک پول خرج تنها برای خودمان به طرز خواستگی برپا می کنیم. البته همه رفیقان به بزم اسکندر طالب بودن خود را با یک زبان بیان کردند و قاری عباد هم برای تشکیل کردن این کار همان زمان از جایش خیست و تا برگشته آمدن من همه اتان از اینجا نجنبیتان گفت و رفت. قاری عباد از پول جوی گذشته راست به میرشبخانه در آمد و بعد از تخمینا نیم ساعت از آنجا برآمده در پیش ما نشست و گفت کار شد، اما همه شمایان به خود وضعیتی ساخته داده خود را کلان و کلانزاده نشان دهیتان. لبی هیچ کس باید به خنده نرود. با یکدیگر هم با احترامی ریاکارانه حرف زده معامله کنیتان. من سخن او را بریده پرسیدم آخر چی کار کردید و نتیجه چی شد؟ دل همه ما برای جواب این سوال ها می تپد. شما این تعلیمات تکبر فروشی را به یک سو گذارید که
این کارها به ما هیچ نمی چسبد. حالا وقتی شرح دادن چگونگی رفت کار نیست. حالا باید همه دقتها به همین کشیده شود که نتیجه مطلوب دادن کاری من به همین ساختکاری شما وابسته است. خواه به شمایان چسبد و خواه نچسبد، باید برای 5 دقیقه خود را کلان سازیتان و من خدمتگاری فرمانبرداری شمایان می شود. لیکن تا رسیدنی وقت ادای این وظیفه، یعنی ادای وظیفه کلانگیری از طرف شمایان و وظیفه خدمتگاری از طرف من، باید همه اتان به گفته من گوش داده به من اطاعت کنیتان. رفیقان اطاعت کردن را قبول نمودند. قاری عباد فرمود که هر کس شانه داشته باشد با شانه خود، وگرنه با شانه او ریش و مویلب خود را هموار و تار تار شانه کند. این فرمان در زیر خنده و بازی ادا یافت. او گریبان جامه های همه را و کمرچه هایشان را کلانوارانه بست. بعد از آن از جای خود خیسته با عمل خود رفتاری کلانگیرانه و به سلام دادگان چگونه معامله کردنی کلانان را نشان داد و بعد از آن رفیقان را یک یک از جا خیزانده مشق کننده دید و خطاهاشان را اصلاح کرد. ما می خندیدیم. او آتشین می شد و جدیانه خنده کردگان را آگاه و تنبیه می کرد. من که رفتار و کرداری کلانگیرانه را در پروردگار خوجه بسیار دیده بودم، زود آموختم و این چنین مرا خصلتی است که در هر گونه کارها و سخنهای خنده آور می توانم خود را از خنده باز دارم و به خود وضعیت جدی دهم. این خصلتم هم در بازی کردن آن رال به من یاری داد. من با این کار خود از قاری عباد سزاواری تحسین و آفرین گردیدم. او با نمونه من دیگران را هم کم و بیش به ساختکاری آموخت. او ترتیب حرکت ما را هم معین کرد. میرقادری بیتل که قدی بلند، چهره سیاهتاب و جامه آزاده در بر داشت و هم بزریش بود، باید از همه پیشتر قدم میزد و در پهلوی او حامد خواجه مهری که جوانی خوشروی آزاده بود، لیکن یک قدم پستر از او همراه می رفت. در صف یکم میرزا عبدالواحد باید می رفت که سر و لباسی درست داشت و در پهلوی او من، لیکن یک قدم پستر از او قدم می زدم. قاری سعدالله کمپلی در بغل از همه پستر مانند خدمتگاران باید روان می شد. بعد از به انجام رسیدن همه این کارها، قاری عباد مردی میان سالی را که در پیش دروازه میرشبخانه راست می ایستاد به ما نشان داده: این میرشب همین تومن است. دقت کنیتان که به یگان آدم دیگر اشتباه نکنیتان، گفت. ما به او با دقت چشم دوختیم. او آدمی میان قد ریش کلان بود که در بعضی جاهای ریشش تارهای سفید و نیم سفید می نمودند. سله و جامه او سپاهی گرانه بوده، دو دستش را به پیش بالای هم گذاشته براه کلان نگران شده می ایستاد. او گاه دستانش را از وضعیت احترام کشاده به سرش برده، این طرف آن طرف سله شلغمی بسته شده اش را دست دست کرده می دید که مبادا یگان طرفش کج شده باشد و از کیسه جامه تهپوشش دست رومالش را برآورده چشمانش را پاک می کرد و باز دست بسته براه نگران می شد. اکنون وقتی ادای وظیفه ها رسید، گفت قاری عباد. خوشبختی ما در آن است که چشمان او آبرو بوده، از نزدیک هم قیافه آدمان را فرق کرده نمی تواند. بنابراین
او از من التماس کرد که در پهلویش ایستاده شمایان را یگان یگان با عنوانهاتان به او نشان داده شناسانم تا که وی به طرز سزاوار عرض احترام و سلام کرده تواند. قاری عباد به پیش میرشب رفتن خواسته به ما تأکید کرد که هر کداممان به تعظیم به سلام او عظمت و کلانی را از دست نداده با گوشه چشم به او نگاهی کنیم و با سرجنبانی سست به سلامش جواب دهیم. زینهار به 100 زینهار نخندیتان که مبادا او پی برده میسی کاری من نمایان شود. من که به پهلوی او رسیده راست استادم، شمایان نیز روان شویتان. گویان از ما جدا شده به پیش میرشب رفت و ما هم به راه در آمده رالی کلانی را به قدر امکان بازیدیم. در حقیقت در آن حالت احوال میرشب خیلی خنده آور بود. او مجبور بود که دست پیش گرفته به ما تعظیم کند و این چنین مجبور بود که به دستانش رومالچه گرفته آب چشمانش را پاک کند تا که ما را درست دیده شناخته تواند. بنابراین او سراسیمه شده گاه دست به سر سینه و گاه به چشم می برد و هم برای فروگذار نکردن تعظیم خم و راست می شد و به هر طرف پیچ و تاب می خورد و در عین زمان برای شنیدن کی بودن و چی بودنی هر کداممان به قاری عباد گوش می داد. هرچی باشد ما بی خطر از آن رهگذر گذشتیم و بعد از 10-12 قدم دورتر رفتن خودداری از دست داده بی اختیار همه امان یک باره و با آواز بلند قهقاه زنان خندیدیم. دکانداران سری بازاری وابکند به این خنده بی سبب و بی محل ما حیران و تعجب کنان نگاه می کردند. اما قاری عباد از دنبال رسیده آمده ما را از خنده باز داشت و ما سواری های خود را سوار شده راه دیهی کافر رباط را که باششگاهی ما بود پیش رفتیم. قاری عباد در راه هم سری کارهای خود را نکشاد. از جای خللی رسیده کارم ویران شود در میان شمایان مسخره و خنده‌زار شده میمانم گفت. هرگاه که کارم با کامیابی تمام شود بعد از آن میگویم. ما به منزل خود رسیدیم. در آنجا ما را اسکندری سرودخان 4 دایره دستی زبردست با کریمچه‌ای تنبوری وابکندی یک گروهی پره‌ای سازندگان پیشواز گرفتند. از بین آنها تنها کریمچه قریب همه ما را می شناخت، چون که در بزمهای درون شهر هم او اشتراک می کرد. اما قاری عباد زود او را به گوشه‌ای کشیده تأکید نمود که سر را نگشاید. ما این گروه مهمانها را دیده از بین خود پول جمع کرده به صاحبی باغ دادیم که از بازاری وابکند گوشت و برنجی به همه کفایه کننده آورده آش تیار کند. اما او حاجت نیست گفت. وقتی که سازندگان آمدند از دنبال آنها کسی ناشناسی 2 چشم یک خورجین کلان را از مصاریح آشی پلو پر کرده با 10 دانه کلچه شیرماری 2 تا 4 1 کیلوگی 2 بیزه آردش 2 بار بیخته شده آورده داد و کی فرستادنش را نگفت. فقط همین قدر گفت که این برای ضیافت مهمانان شهری است. ما مصالح آش را از نظر گذرانیدیم که به یک خانه مهمان می رسید
بنابراین صاحب باغ را فرمودیم که همسایگانش را به بزم خبر کند. اگر خانه از آدم پر شود، بزم گرم می شود، آش باشد به همه کفایه می کند. خلاصه آن شب یک بزم خاصگی شد که با تعبیر عامه آن زمان به بزم جمشیدی نامیدن سزاوار است. در آخری بزم اسکندر گفت: من در عمر خود اینقدر خوب و اینقدر به شوق نخوانده بودم، مگر در بین شمایان جادوگری هست که مرا تسخیر کرد. عجابت در این است که من که قریب از اول شب تا حال دم نگرفته خواندم، با همه این هیچ مانده نشدم. به گلو و شوشم هیچ زور نیامد. اینها از شرافت قدم مخدومان بخارایی قاضی کلانزادگان، گفت کریمچه تنبوری بعد از به طرف ما یک چشمک معنیدار زدن. تنبوری مرا نمی گویید، امشب قیامت کرد. ناخونک من پیش از این تاری تنبور را می نواخته باشد، امشب گپ زناند. هر غزلی که تو می خواندی، به اسکندر خطاب کرده، ناخونک به زبانی تاری تنبور سخنانی آن غزل را برا برا تکرار می کنانید. در هر حال همه ما از حد زیاد خرسند شدیم و از همه شمایان منتدار می باشیم. از گروه این هنرمندان دایره دستان را فراموش کردن درست نیست. اینها آن هنرمندانی می باشند که خواجه حافظ در شأن خروش دایره اینها بیت زیرین را گفتند: شنیدم که گر غم رساند گزند، خروشیدنی دف بود سودمند. ما در وقت گسیل کردن سازندگان از بین خود اندک پول گنداشته به آنها تقدیم کردیم. نگرفتند. اگر ما پول گیریم، میرشب ما را ناکشتن نمی ماند گفتند. در یک جای خلوت آن مبلغ را به کریمچه تنبوری دادن خواستیم که او سر ما را می دانست. او هم رد کرد. گیرید، شما آدمی عیالمند می باشید. دهان یک خانواده در نتیجه جنبیدنی دست شما می جنبد گفتم من. اگر شما تنبور نواخته مزد نگیرید، شکم آنها تنبور نوازی سر می کند. خاطر جمع باشیتان که مزد خدمت ما پیشکی مقرر شد گفت کریمچه. وقتی که میرشب ما را جمع کرده اینجا فرستادن خواست، تأکید کرد که ما از مهمانان چیزی نگیریم. من از او پرسیدم: پس حق خدمت ما را کی می دهد؟ او گفت: در 2 بزم آینده من از شمایان 5 نمی گیرم، هرچی افتد بین خود تقسیم کنیتان. من شوخی آمیزانه گفتم: میرشب بیگ، اگر شما بسری این وعدهتان نیستید، من در یگان وقتی به شهر رفتنم به پسری قاضی کلان در آمده می گویم میرشب ما را در بزم شما مفت کار فرمود. میرشب این شوخی ما را جدی فهمیده گفت: کریمچه، زینهار این کار را نکنی که من رسوا می شوم. اگر از 3 بزم 5 ندهیتان هم من راضی، اما در جای از این وجه لب نکشاییتان. بعد از رفتن سازندگان ما به گرد قاری عباد غون شده از وی نقل کارنامه کردگیش را پرسیدیم. نظر به نقل او وقتی که به پیش میرشب در آمده است، او در پیشگاه خانه بروی کرپچه ها نشسته است
و با رویمالچه چشمانش را پاک می کرده است. قاری به او سلام داده از وی پایین تر بر روی کورپچه‌ای که در پیش دیوار خانه پهن کرده شده بوده است نشسته است. قاری عباد می گوید: میرشب از من چه خدمت گفته پرسید؟ من گفتم: ما 3-4 نفر ملا بچگان به سیاحت صحرا برآمدیم. در اینجا شریکان آرزو کردند که بزم اسکندر را تماشا کنند. من به پیش شما برای خط و رخصت در آمدم. اسکندر بیماری سخت است، گفت میرشب. 3 روز است که از جایش خیسته نمی تواند. اگر سلامتی یابد هم به این نزدیکی ها به شمایان نمی رسد، چون که غریب از چند جای 600 تنگگی 700 تنگگی پول گرفته است و اول همان جاها می فرستاند. میرشب قدری سکوت کرده ایستاده علاوه نمود: شمایان که ملا بچه هستیتان، من غریب را راضی می کنم که برای شمایان به 500 تنگه فرستاند، به شرط پول را پیشکی دهیتان. قاری عباد می گوید: من گویا که یگان دهن گپی میرشب را نشنیده باشم به زمین نگاه کرده نشستم. خاموشی من دراز کشید. آخر دلی میرشب تنگ شده باز به گپ در آمد: چی گفتید دامالله؟ ها یا نه؟ من باز چیزی نگفته خاموشی خود را دوام دادم. شاید برای یگان بهانه یافته مرا از پیش خود دور کردن باشد. میرشب از من به آهنگی میرشبانه قطعی پرسید: خودی شما کی می باشید؟ در بخارا چی کار می کنید؟ من هم با آهنگ قطعی: چنان که به شما گفته بودم، من ملا بچه می باشم. نامم قاری عباد، حوریم در تکی زندان. خودم خواهرزادهی رحمان قلبی دادخواهی ادیچی می باشم. قاری عباد می گوید: چون میرشب نامی دادخواه و خواهرزاده او بودنی مرا شنید، از شست اولش فرامده سوز شد و آب چشمانش را پاک کرده و با دقت به من نگریسته بی اختیار آها گفت و علاوه نمود: همراهانتان کیها می باشند؟ کیها بودن همراه هایم را گفتن قدر دشواری سپاهیگری سیاسی دارد. گفتم من و علاوه نمودم: لیکن از آنجا که شما غلام نمک خورده جناب عالی و میرشبی 1 تومن می باشید، من گمان می کنم که به شما گفتن بی ضرر است، چون که شما سر ارکان دولت عالی را نگاه داشته می توانید. قاری عباد می گوید: چون میرشب سخنانی مرا شنید، قدری در اضطراب افتاده از جای نشستش غیژیده به من نزدیکتر شده، چشمانش را خوب پاک کرده گویا که سخنانی مرا با چشمانی نیم کورش می شنیده باشد، به من با دقت نگاه کرده: گوشم به شماست، گفت. اینها پسر، نبیره، داماد و خواهرزادگانی ایشان قاضی کلام قاضی بدرالدین می باشند. گفتم: و من خدمتگاری آنها هستم. شما گفتار 115 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.